مسعود رئیسی فعال حقوق بشر همراه ما هستن. آقای رئیسی، شنیدیم امام جمعه اهل سنت زاهدان علی خامنه‌ای رو مسئول مستقیم کشتار مردم زاهدان میدونه. نظر شما در این رابطه چیه؟ مولوی عبدالحمید در همون ساعت اولیه کشتار مردم در 8 مهر ماه به همه روحانیون، اساتید، دانشجویان و مسئولان استانی حتی کشوری اعلام کرد که در اینجا یک جنایت رخ داده. این کشتاری که صورت گرفته یک فاجعه و یک جنایت هست و نیروهای امنیتی مردم بی‌دفاع رو به رگبار بستند. همونجا اعلام کرد در همون ساعت اولیه که ما اگر الان در کنار مردم نایستیم، الان با مردم نباشیم و با مردم همگام نباشیم، مطمئناً مورد خشم مردم قرار خواهیم گرفت و این برای همه ما میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه. مولوی عبدالحمید در خواستار معذرت‌خواهی، استعفا و مجازات مسئولان استانی شده بود که طبق معمول مسئولان هیچ گونه اظهار نظری نسبت به کشتار مردم نکردن. البته این موضوعیه که ما قبلا هم شاهد بودیم، دستگاه قضایی هیچ وقت در بلوچستان قانون رو رعایت نکرده و حالا اون به درستی داره انگشت اتهام رو به سمت علی خامنه‌ای به عنوان رئیس کل قوا دراز میکنه و صراحتاً به اون داره میگه که تو مسئول این کشتار هستی، زیرا همه نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح تحت نظر مستقیم تو دارن اداره میشن. مولوی عبدالحمید دیدیم که از علمای شیعه و اصلاح طلبان هم انتقاد کرد و گفت که در زمان انتخابات به دنبال رأی مردم سیستان و بلوچستان هستن اما الان سکوت کردن. چقدر این نقد وارده به نظر شما؟ به نظر من ببینید، اهل سنت بخش بزرگی از جامعه ایران رو تشکیل میده و همیشه نقش تعیین کننده‌ای در مخصوصا انتخابات مختلف مخصوصا ریاست دولت داشتند. برای اینکه کسایی که کاندیدا بودند رأی مردم اهل سنت نه تنها بلوچستان رو، سایر مناطق مثل کردستان و اهواز و سایر مناطق رو برای خودشون جلب کنن، برای دیدار به مولوی عبدالحمید اومدن و ازش خواستن که به ما رأی بدین. شعارهاشون رو در همراستا با خواسته ها و مطالبات اونا در واقع تعیین کردن. به نظر من مولوی عبدالحمید به خوبی الان میدونه که نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان که در انتخابات اخیر بهشون رأی دادن در قبال مردم بلوچ و اهل سنت نظر مثبتی ندارند. اونا فقط در شعارهاشون کمی متفاوت بودند. در واقع اون میخواد بگه که ببینید، ما هم به شما و هم اصولگرایان شماها رو انتخاب کردیم، بهتون رأی دادیم. الان زمانی هست که پاسخ این رأی هایی که به شما دادیم رو بگیریم و به خواسته ها و مطالباتی که ما داریم اونا رو برآورده کنیم. بنابراین اگر پس از این هر اتفاقی افتاد و اگر هر اتفاقی افتاد، مسئول مستقیم اون اتفاق خود شما و بی‌تدبیری که شما داشتین خواهد بود.